من برادر عزیز، من اعتقادی که عقیده که ما بگم امروز در روی دنیا، در همه روی دنیا هیچ مسلمان رنگ تاجیک مسلمان نیست. اصلا ایلال امام پیریود امروز در روی دنیا هیچ مسلمان رنگ تاجیک مسلمان نیست. چقدر محبتی که تاجیک، یعنی تاجیکی ما اینقدر مسلمانی که این مردمه در روی عالم همه خیلی مسلمان وجود نداره. ничего не боимся, алхамдулилlah. Ничего нам бояться. Эти мунафики тоже пускай в другое место идут, их пугать. Иной ужасадидagi, ино кашей бесмерт дирадagi, галмио яку. Yok iной чира аджускан пира. اینقدر مسلمانی که این مردمه در روی عالم همه خیلی مسلمان وجود داره. با مسجدها و دیگر رو رفتن فایده ندارد. متخصص زیاد شد، مختص انجینیر، تکنیک، دیگر ما تیار کنیم. اون مسجد رفته از مسجد چی میگیرد وای؟ چی میگیرد این مسجد؟ هیچی نمیگیرد. اینقدر اخلاصی که یا دارن، اینقدر محبتی که اینها دارن. اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بیمعرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. آیت نمیخونم چون که جناب عالی اون سخنهایی که شما گفتید همش آیت همش حدیث بود. خرافات پرستی و گمراهی و تقلید کورکورانه سبب خلل رسانیدن به معرکه و سخنان قبیح غیر انسانی زدن شهروند عثمانوف عبدوحنان گشته است. نامبرده با شنیدن صدای موسیقی به خانه استقامتی برادرش عثمانوف عبدومنان وارد شده توی دامادی و عروسی برادرزاده‌اش عثمانوف ابوبکر را که با اشتراک 60-70 نفر مهمانان برگزار می‌گردید ویران نموده با سخنان تحقیرآمیز اشتراکچیان چهاربینی را از خانه رانده است. طبق نشانداد عبدوحنان عثمانوف او برادرزاده‌اش را آگاه کرده بوده است که توی را با موسیقی نگذرانند، تنها با راه اسلامی یعنی نکاح مسلمانی کافی است. زمانی که او بزم موسیقی را دیده است به غضب آمده خود را اداره کرده نتوانسته است. وابسته به حالت مذکور نسبت عبدوحنان عثمانوف از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان چاره‌های مأموری تطبیق کرده شد. ای همه عربستان در ما در روسیه خوبه که میره شهروندی میته، ببین جای کار که جای ده میگیری، دکان میسازی، ارنده میگیری. تنها ستر و سیاه‌پوشی و کورکورانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. هیچ مسلمانی روی عالم رنگ تاجیک مسلمان نیست. باور کنیم برادران عزیز و گرامی، همون عربی که میگیم تمام کیف، تمام زنکبازی، تمام خراجات های اسراف های بگیم دیگر حد کنار نداره، همین قدر بگوی همین قدر بی‌معنیگی های زیاد داره. ولی برادرای عزیز و گرامی بز باشون زنده باشون این قدر ما را حتی برادرای عزیز اگر باور کنین نفریمون که حتی نماز نمیخونه کو از یک خیل همون مردمی را که ما و شما امروز توصیفشون میکنیم از همونا در باور که با انصافتر و با رحمتر و با اعتقادتر و با ایمانتر باور. اصلا از همین لحاظ برادرای عزیز و گرامی ما همیشه از مردم خودمان باید مدح کنیم، ستایش کنیم. بهترین مردم ما سوال میکنن. برادرای عزیز باور کنین من در سوالهای می مردم من این گپار از کجا میگم؟ من از دید خودم از مینشینم میگردم میبینم سوالهایی که مردم بر من میتن. نیلوفر را کارمندان پلیس و کمیته کار با زنان همراه با 4 زن دیگر در یک مسافربر برای داشتن روسری و فهماندهی به اداره پلیس ناحیه سینا بردند. در آمدیم تقریبا 15-20 زنها و دخترها بودن
بعد با ما گفتن که زنکای خوشرو خطونا چی دایی خیلی پیچوندین نفساتون نمیگیره ای چی هفتین لباساتونه اینجا شما دا نه افغانستانه نه ایران بروین گم شوین افغانستان یا ایران بعدی خیلی لباساتون پوشین ویدی شهر ما را ویران کردین گفته ما اچاد میسپریم که چند نفر کشیدیم سطراشونه با همه رسید با من ندادن گفتن که تمام شد من گفتم با کدام اساس در کجای قوم نامدگی که شما با زن خیلی رفتار کنید که گفتن تو زن نیستی تو خدا زده ای تو اخواگری گرفته میگه چی بلا نزده ای را دروغه کرده سپیکتاکل کرده ستی گرفته مرا بردم با پدوا يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور